به میمکده خوش اومدید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید تا انتها همراه ما باشید که قراره کلی با هم بخندیم. منم اولین بارم ولی مطمئنم قبول میشم چون استعدادم خوبه برای بود. شما آقا تا حالا رانندگی کردیم؟ بابا من راننده هم همینجوری اومدم امتحان بدم دیگه. چی حالقه هول شدی تو؟ میترسی رانندگی؟ غافلگیر شدم، به خدا خیلی غافلگیر شدم. من تا حالا ننشستم پشت خودم. آخه رانندگی ترس نداره، میشینی پشت روشن میکنی میری دیگه. از چیش میترسی؟ از کجاش میترسی؟ نمیدونم. بیشتر میتونه واسه من توضیح بده؟ عزیز من میشینی پشت ماشین میندازی یک میری دو میری سه برو تو. اصلا فکر نکن افسر نشسته بغلت. برو. بگازون برو. ترس نداره رانندگی. شما چرا میترسی؟ کنسرت الان میاد. من قبل از تو هم دیگه ببین نگاه کن یاد بگیر. من یه لحظه رانندگی کنم. من میشه آقا من آخر هستم. تو آخر باش منو ببینی اصلا رانندگی یاد میگیری. من دستم میلرزه. نه من عجله دارم خودم سریعتر اگه اجازه بدین. باشه آقا من آخرین نفر. آقا بعد شما با من تو چی با من دیگه چیکار داری؟ الان میاد با من نگاه کن، فقط به من نگاه کن. خودشو اومد. سلام اصلا خوبه. آقای نادر سلیمانی. من هست. آقای رادش. بله منم. آقای شفیعی. بله. آقای عطارا. بله. سوار. من بشینم اول چی بشینه؟ اول بشینه. آقای عطارا سوار شد. آقا این درم بلد نیست باز کنه. ببین گفتش اونجاست دیگه باز میشه دیگه. ای بابا بیا. در ماشین هم بلد نیستم باز کنم. برو بشین. درست باشم. سلام روشن کن. پام تو خیابون اولی پام درد میکنه. ایرادی نداره. به من مربوط نیستش. روشن میکنیم بیری تو خیابون بغلی رو. و مقنعه ترمز دستی رضا عطاران. بله روشن کن. این روشن نکن. شما ردی 3 ماه دیگه. نفر بعدی. واسه که تو اومدی برو پایین. ردی برو پایین. میرم ببخشید. برو پایین. یه بار دیگه گفتم برو پایین. یه بار دیگه نمیخواد. برو پایین. نفر بعدی. برو پایین. من که روشن نکردم که آدم با سر میاد تو ماشین. برو پایین. میرم ردی. چه فهم؟ برو پایین. هنوز نمیدونی چجوری آدم سوار ماشین میشه. برو پایین. میرم. نمیدونم تصدیق برای چی میخواد. بفرمایید شما بفرمایید. آقای نادر سلیمانی. من هست. روشن کن. برو تو خیابونی اولی. بعد اونجا فرق کن سنگ چین.
که ما رو انتخاب کردی. اگه تونستم یه کوچولو لبخند رو لباتون بیارم، با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت کنید. ممنون.